به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به کوچیکترها، سلام به بزرگترها. من باز اومدم با یه قصه تازه. امروز میخوام براتون قصه یه روباه ناقلا و یه دهقان مهربون رو بگم. قصه ای که باعث شد ضرب المثل جالبی بین مردم معروف بشه. اگه میخواین بدونین ماجرا از چه قراره، پس خوب گوش کنین. ببینین بچه ها، اینجا همون جاییه که قصه ما ازش شروع میشه. یه روستای قشنگ، پر از درختای زردآلو و یه جوی آبی که از وسطش رد میشه. صبح پرنده ها آواز میخونن و بوی نون تازه توی هوا پخش میشه. وسط این روستا یه کلبه کوچیک هست. اونجا مردی زندگی میکنه به اسم عمو برکت. مردی با یه دل پاک، دستی پینه بسته و یه لبخند همیشگی روی لبهاش. بچه ها، اینم همون عمو برکته که گفتم هر روز صبح قبل از اینکه آفتاب کامل بالا بیاد با لبخند از خونه میاد بیرون و دونه ها رو با دست خودش برای مرغ و خروس ها میپاشه. و اینم خروس خوش صدای عمو برکت. هر روز صبح قبل از اینکه آفتاب از پشت کوه‌ها سر بزنه میپره روی نرده چوبی، گردنشو صاف میکنه، نفس عمیق میکشه و با تمام دلش میخونه. صدای اون روستا رو بیدار میکنه و لبخند روی لبهای عمو برکت میشینه. عمو برکت با لبخند به خروسش نگاه میکنه. میگه خروس قشنگم، با صدای تو دل آدم وا میشه. خروس هم از داشتن صاحب مهربونی مثل عمو برکت خیلی خوشحاله. اما درست اون طرف جوی آب، بین بوته‌های سبز و پرپشت، یه جفت چشم براق از لای شاخه ها نگاهمون میکرد. بله بچه ها، خودش بود، روباه مکار و ناگلا. چند روزی بود که از دور حیات عمو برکت رو زیر نظر داشت. با خودش میگفت چه مرغ و خروسای چاق و چله‌ای. اون شب ماه مثل یه چراغ نقره‌ای وسط آسمون میدرخشید. روباه روی سنگی نشست، دم پرپشتش رو دور خودش حلقه کرد و خیره شد به مرغدونی عمو برکت. با خودش گفت امشب چه شب قشنگیه برای یک شام خوشمزه. چشمهاش برق میزد و لبخند مرموزی گوشه لبش نشست. اون شب روستا غرق سکوت بود. ماه بالا اومده بود و نور نقره‌ایش روی بامهای کاهگلی افتاده بود. مرغ‌ها یکی یکی روی چوب‌ها نشسته بودن و با خیال راحت چشمهاشون رو بسته بودن. داخل مرغدونی همه چیز آروم بود. نور زرد فانوس روی دیوار میرقصید و مرغ‌ها چشمهاشون رو بسته بودن. نور سرد ماه مثل یه مهمون ناخونده از تو پنجره خزیده بود توی اتاق. عمو برکت هر شب قبل از خواب درب مرغدونی رو میبست. روباه آروم بین علفهای بلند میخزید. نفسش رو حبس کرده بود. انگار حتی نسیم هم جرأت نداشت تکونش بده. چشمهاش تیز و براق مستقیم به مرغدونی خیره شده بودن. با خودش میگفت فقط چند قدم دیگه، بعد شامم حاضره. روباه نفسشو حبس کرد. خیلی آروم دستشو جلو برد و دستگیره درو گرفت. صدای لولای زنگ زده آروم توی هوا پیچید. همه چی آروم بود. مرغ‌ها کنار هم آروم خوابیده بودن. خروس قرمزه قسمون با خیال راحت چشماشو بسته بود. انگار داشت خواب یه مزرعه پر از دونه رو میدید. همین که روباه وارد مرغدونی شد، پرید روی خروس قرمز قصه ما. جیغ و داد خروس بلند شد. پرها توی هوا پخش شد. مرغ‌ها بال می‌زدن و جیغ می‌کشیدن.
خروس بیچاره دست و پا میزد و کمک میخواست، اما روباه محکمتر گرفتش و گفت امشب شام منی دوست بامزه. روباه با لبخندی از سر پیروزی خروس رو انداخت داخل کیسه. درب کیسه رو با دستش محکم گرفت، ولی بچه ها دم خروس از کیسه بیرون مونده بود. چراغ کنار دیوار سایه روباه رو روی زمین کشیده بود و با هر قدمش به سمت در مرغدونی تاریکتر می شد. دهقان مهربون از صدای جیغ مرغ و خروس ها از خواب پرید. چشماشو مالید و گفت چی بود این صدا؟ نکنه دوباره اون روباه شیطون برگشته باشه. دهقان مهربون با عجله از رخت خواب پرید بیرون، چراغو برداشت و دوید سمت مرغدونی. زیر لب میگفت نکنه بلایی سر مرغ و خروس هام اومده باشه. دهقان چراغو بالا گرفت. سایه روباه توی شیشه چراغ افتاد. یا خدا، خود روباهه. دلش لرزید. فهمید که دیر شده. دهقان گفت پس خودتی روباه مکار. روباه لبخند زد و گفت سلام دهقان جان، من فقط اومده بودم تخم مرغا رو بشمرم، اما از توی کیسه دم خروس بیرون زده بود و دیگه جایی برای انکار نبود. روباهی بیچاره خندید، اما لبخندش بوی ترس میداد. عرق سرد روی پیشونیش نشسته بود و دمش رو محکم گرفته بود که نلرزه. آخه هر کاری هم بکنه دیگه کسی حرف روباه رو باور نمیکنه وقتی دم خروس بیرونه. روباه شروع کرد به قسم خوردن و گفت به جون همون خروس خوش صدات قسم که من فقط از اینجا رد می شدم و کاری به مرغ و خروس ها نداشتم. عمو برکت لبخندی زد و گفت ای روباه مکار، قسم تو را باور کنم یا دم خروس را؟ دیگه وقتشه که به سزای کارهات برسی. در این لحظه خروس از کیسه پرید بیرون. روباه که دید دروغش فاش شده فهمید که دیگه جای موندن نیست. تصمیم گرفت که فرار کنه و فکر شکار خروس رو از سرش بیرون کنه. خروس که از دست روباه نجات پیدا کرده بود با سرعت شروع کرد به بال زدن و با خوشحالی پرید و رفت روی نرده چوبی مزرعه نشست و توی دلش عمو برکت را دعا می کرد که به موقع به دادش رسیده بود، مگر نه الان شام روباه شده بود. روباه در یک لحظه فرصت را مناسب دید و پا به فرار گذاشت و تا میتونست دوید. همینطور که از ترس میدوید افتاد توی چاله پر از گل و حسابی کثیف شد. آخه بچه ها، کسی که دروغ میگه بالاخره یه روزی خودش توی درد سر میافته. دیگه کم کم صبح شده بود و روباه حسابی از مزرعه دور شده بود. با خودش فکر میکرد که باید یه مدتی به جای مرغ و خروس سبزیجات و میوه بخوره. دیدین بچه ها؟ روباه هر چی قسم خورد اما حقیقت از دم خروس معلوم شد. یادتون باشه دروغ شاید یه مدت پنهون بمونه اما بالاخره مثل دم خروس بیرون میزنه. یادتون باشه عزیزای من، آدم راستگو هیچ وقت از چیزی نمیترسه، ولی دروغگو همیشه یه دم خروس جا میذاره. بله بچه های عزیز، این قصه هم مثل شد. از اون به بعد هر وقت کسی دروغ میگفت و قسم میخورد در حالی که نشانه ها و رفتارهاش حقیقت ماجرا را آشکار میکرد، همه میگفتن قسم روباه رو باور کنم یا دم خروس رو. تا یه داستانی دیگه و ضرب المثلی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.